5 کرامت است که نعمت است که خداوند جل جلاله به امت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عطا کرد که به دیگر انبیا عطا نکرده است. الاول اذا کان اول لیلة من رمضان ینظر الله الیهم بالرحمه. یکم همین که شب اول ماه رمضان که بشود خداوند جل جلاله بنده هاش امت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به نظر رحمت نگاه میکنند که این در امت های پیشینه نبود. این 5 کرامت است که فقط به پیغمبر ما نصیب شده است. و من نظر الله الیه بالرحمه لا یعذبه بعده ابدا. خداوند جل جلاله کدام بنده ایش به نظر رحمت اگر نگریست او بنده را ابدا هرگیز مستحق دوزخ نمیگرداند و او بنده را هرگیز عذاب نمیکند. و الثانی دویم یأمر الله تعالی ملائکه بالاستغفار لهم. دویم فضل درجه امت محمد علیه الصلاة والسلام همین است که خداوند جل جلاله میفرستد فرشته ها به تن امت پیغمبر علیه الصلاة والسلام طلب مغفرت میکنند، طلب استغفار میکنند. استغفار اونها را ثوابیت چون اون فرشته ها در حق امت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میبخشند. و الثالث ان رایحة فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. سیم همین که بوی دهن روزدار در نزد پروردگار محبوب تر است، دوست داشته تر است از بوی مشک. مشک هر چقدر بوی خوش دارد بوی دهن روزدار در نزد پروردگار همین قدر خوشبوتر است. البته که روزدار در مذهب شافعی بعضی دیگرها مسواکش مکروه گفتن، اما ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه گفته است که خیر الخصال الصائم المسواک. حدیث پیغمبر میگه که بهترین خصلت روزدار مسواک است. این روزدار هر چقدر که مسواک کنه در ماه شریف رمضان هم اون خوب است که بوی دهان او را میبرد. و رابع یقول الله تعالی للجنة اتخذی زینتک و یقول انا چهارم همین که خداوند جنت امر میکرده است که خط زینت بده و یقول و میگفت است که طوبی لعباد المؤمنین هم اولیایی. خوش باد برای اون بندگان روزداری که اونها اولیای من هستند، نزدیکان من هستند. و خامس یغفر الله تعالی لهم جمیعا. پنجم همین که خداوند جل جلاله گناهان اونها را بخشیده میگرداند. این 5 کرامت در حق امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان است.